فشار پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم اساساً بعد وفات حضرت خدیجه رضی الله عنها، عاقل ترین زنهای دنیا، بهترین زنهای دنیا، شخصیت اولی اسلام بعد جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت خدیجه بوده. اولین شخصیت دینی مقدس اسلام را پیش از مردها قبول کرد این حضرت خدیجه رضی الله عنها و ارضاها بوده. بنابراین وقتی که جبریل آمدند باره گفتند که خدیجه به نزد تو آمده ایستاده است، طعام آورده ایستاده است، از نام الله و از نام من به او سلام گو و او را بشارت ده به جنت، به یک خانه ای که نه غوغا دارد و نه تشویش دارد و نه صدای بلند. حالا که تمام خانه های جنت صدای بلند ندارد، تشویش ندارد، ولی مخصوصا خانه خدیجه را گفتن که خانه ای که صدای بلند و تشویش ندارد، چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم را یگان مراتب تشویش داده نبود، آزار داده نبود، اذیت داده نبود، غمگین کردن نبود، ناراحت کردن نبود، یگان مراتب صدایش را بلند کردن نبود. بنابراین گفتن که برای یک خانه ای را بشارت ده که آواز ندارد، تشویش ندارد و از نام پروردگارش و از نام من برای او سلام گو و او را به جنت خوش خبر ده. ابن القیم رحمت الله علیه گفتن که این فضیلتی که به یگان زنی دنیا ثابت نشده است که الله سلام گفته مانده باشد. بله، به حضرت عایشه جبریل سلام گفتند، لیکن به حضرت خدیجه الله تعالی سلام گفت. وقتی که حضرت خدیجه از دنیا گذشتند واقعا بعض مورخان حال غمگینی میگویند، واقعا دشواری بود، چون که حضرت خدیجه پشتبان اسلام، پشتبان پیغمبر صلی الله علیه و سلم با وجود زن بودنشان، وقتی که روز در کوچه اذیت بود، مشکلی بود، وقتی به خانه می آمدن همه این مشکلی ها از بین می رفت.